ای مردم اقترب للناس، نزدیک قریب برای مردم حسابهم، حسابی و نزدیک و هم فی غفلت معرضون، غافلن اولم توبه کردم حوزی همیش اومده خنک شاو چی شوا ببینی که عرق خورده گیرم، ببینی که کلیده سر پیش راه موده دو تا پیوریزگاه بر اومده، دو تا چی اکو چی فکر میکنم اوخه مردک یه خدایی نکرده در همین حالت بمبری، در همین حالت شراب خوردگی بمبری، در همین حالت مستی بمبری، تو میدونی که به ایمان میره، تو هیچی نمیبری این دنیا. این دنیا تو در هر روز یک چی نیست، این شانس هایده است. نه چرا تو شراب میخوری؟ چرا تو خدا چیزی را که حرام کرده تعمو را میخوری؟ نخی که خدایی نکرده میگه وقتی که انسان دزدی میکنه، وقتی زنا میکنه، وقتی شراب میخوره، وقتی گناه مرتکب گناه کبیره میشوه، ایمان از بدن او جدا میشده، بالا دا میستوده، میلرزیده که میگه جان در تن مرد به ادب لرزان است، صد جان تی و ادب خری ارزان است. همین جان همین روح هم میگه، ایمان هم میگه، ایمان میگه بالا میبرومده میفته پروردگار ما حوزی بو برام همون دارم یکی همی آدم حوزی بم برا وقتش بود شوا خیلی کجا میروم انسان بشینه کم تا فکر کنه. روزی محشر نیست جای حیله بازی، در آن روز خدا شود قاضی. جهنم همچو دریای نیل است، بکن خدمت که بر خود کشته بسازی. کشته چیه؟ ای برادر چند تا عمر دیگر مونده بیاد مسجد بگذرونش، ذکر و اذکار قطعی، عبادت قطعی، تلاوت قطعی، خیر احسان سری منزلو برا پدر مادر دو که اکا و دوداری کنین، خیش تابوری کنین، دوستی کنین، یک کاری خیر کنین که دیگر این سنش چیه؟ مرگه. جلوخانه امروز بردم فلانی مولای سوی بگوشم که نوبت سنی بختر میام، سنی قربان میام، از رایل میگن. من همه خیلی کچوفکا دارم که با گجا بیو یک خدا پروردگار کسی را میاد جان شخص بخشونی قبض کنه. هر روز مشغول حضرت عزرائیل وظیفش فقط قبض کردن این روح های. او باید همین روز چخیلی که ما وظیفه دارم، ملوم برم نماز بامداد ما بخونم، نماز پیشین ما بخونم، من ملوم مسئولی مسجد ما باید هم 5 وقت جنازه شد برم اوجا برم فلانی کسل دوش بخونم، مسئولون باشه هم خودش یک کار داره. حضرت عزرائیل هم که میخواد ساعت دستور نگاه میکنه پروردگار گجا برام میگه